مقامات تاجیکستان از مقامات روسیه خواستند به پرواز هواپیماهای شرکت سامان ایر به دو شهر روسیه اجازه بدهند، وگرنه از قبول هواپیماهای دو شرکت روسی دست میکشند. مقامات وزارت نقلیات روز 4 اپریل به رادیو آزادی گفتند با ارسال نامه از همتایان روسشان خواستند تا روز 6 اپریل منع پرواز هواپیماهای سامان ایر به مسکو و سنت پترزبورگ را لغو کنند. در عکس حال به گفته آنها از 6 اپریل 7 پرواز شرکت‌های اورالسکی اولینی و یوتر به شهرهای دوشنبه و خوجند منع کرده می شود. اولی همین هفته روسیه گفت بنابر آنکه تاجیکستان مسئله قبول پرواز از چند شرکت روسی را مثبت حل نکرده است، پرواز هواپیماهای سامان ایر به مسکو و سنت پترزبورگ را متوقف می کند. جنجال بین تاجیکستان و روسیه درباره پروازها سال گذشته شروع شد. مقامات دوشنبه می گویند شرکت‌های روسی می خواهند جای شرکت‌های تاجیکی را تنگ کرده و خودشان مسافرکش‌های اصلی بین تاجیکستان و روسیه باشند.